الان چطوری میخواد پیدا کنی؟ ببین الان من یه سری وسایل از خیلی اصرار میکنه که در اتاقو به هیچ وجه باز نکنیم. نمیدونم چرا اینقدر اصرار میکنه. فکرشو نمیکردم کار کنه. سید به خدا صدا شد دوباره از اتاق. صدا شد دوباره از اتاق. هر چی سریعتر باید از این خونه بریم. دیدی بهت گفتم درو باز نکن. باز گوش نکردی درو باز کرد. من چند بار جلو تو گرفتم. طرف گفت من 5 تا خونه عوض کردم. ما درو باز کردیم تموم شد رفت. سعید گفت انرژی منفیش بیرون میشه و حالت سیاه رد شد. به خدا کار سعید یه چیزی رد شد. چی؟ یه چیزی رد شد. چه اتفاقی داره میفته؟ صندلی جلوی چشام تکون خورد. میشنوی؟ یه صدا آقا من این رکوردشو زدم دیگه. ببین احساس میکنم ضبط نکنیم بهتر. مثلا میگم چرت و پرت که هست قطعا. میگی چی میگم؟ شاید دقیقاً مثلا این چالشاییه که توی اینترنته اصلا چیز خاصی نداره که بخوای فیلم ضبط کنی. چیکار کنیم بگیریم یا نه؟ آره بابا بگیرش. خب الان رکورد همه چی؟ آره همه چی رکورد. موام اوکیه؟ آره بریم؟ بریم. برابر سلام، چه خبر؟ این فیلمی که الان میبینید خب ممکنه آپلود نشه. خب اینو نباید بگم دیگه. نه یه بار دیگه بریم. خیلی خب برابر سلام، چه خبر؟ امروز تقریبا همین 3 ساعت پیش یه ایمیل به دستم رسید که این ایمیل رو دقیقاً نمیدونم کی واسم فرستاده و با چه نیتی فرستاده، اما خب نمیدونم حالا فیلم ضبط کردن راجع به این ایمیل درسته یا نه، که مربوط به یه چالشه یا بهتر بگم یه مراسمه. من توی چنلم مراسم‌های زیادی انجام دادم، مثل چالش احضار رو در کمد. ای شیطان مرا به روشنایی ببر و در تاریکی رها کن. Leave me alone. نیت من از انجام دادن این چالش ها این بود که ببینم آیا واقعا کار میکنن یا نه، که هیچ کدوم کار نکردن. فقط یه سری اتفاقای عجیب افتاد که نمیدونم حالا علتش چی بود، ولی بیخیال. اما همین 3 ساعت پیش یه شخصی با اسم W که الان آدرس ایمیل روی صفحه میاد واسهتون، که وقتی این به حساب متناشو خوندم داشت راجع به یه مراسمی با هم حرف میزد که ازم میخواست این مراسم رو انجام بدم. که بیام واسهتون بخونم چی نوشته ببین فیلماتو من دنبال میکنم، واسم خیلی خنده داره که ادعا میکنی خیلی نترسی و دلت میخواد جن زده بشی. اول بدون که جن زده شدن به این راحتی ها نیست و مراسم‌ها و ترفندهای خاص خودشو داره. تک تک چالشایی که انجام دادی رو دیدم، واقعا خندت نگرفت از اون چالشای بچگانه و مزخرف. اینجا همون جاییه که یکم به چالشایی که انجام دادم فکر کردم و به فکر رفتم. آخه احضار رو در کمد، احضار مرد نیمه شب، این مزخرفاتو از کجا پیدا کردی؟ واقعا راست میگه. چرا صحبت نکنیم بهتر فکر می‌کنم. خیلی سنگین. آره میشه بیخیال. اگه واقعا دلت میخواد جن ببینی و اتفاقات ماورایی رو تجربه کنی، این کاری که بهت میگم رو بکن. اگه کار نکرد هر چی خاصی بهم بگو، فقط باید درست و دقیق انجام بدی. در ضمن من به خاطر این مراسم بیش از 5 تا خونه عوض کردم و زندگیم داشت نابود میشد. اوه احساس میکنم کمی داره زیادی. آدم خرافاتی نیستم و حرفام خرافه نیست. ادعات میشه انجام بده این مراسم و فقط با مسئولیت خودت. که اینجا تمامیه به حساب اون روشایی که باید اون مراسم رو انجام بدم و بهم توضیح داده، که خلاصه بهتون میگم چیه مراسماتش. طبق توضیحاتی که اون شخص بهم داده بود، برای انجام دادن این مراسم ابتدا باید یکی از اتاقای خونمو کلا خالی از وسایل میکردم، یعنی یه اتاق بدون هیچ وسایلی. بعدش ازم خواست برای انجام دادن این مراسم این وسایل رو تهیه کنم، که اون وسایل چیزی نبود جز یه ماژیک، کاغذ، زغال، آینه و چند عدد شمع. ساعت 12 شب وارد همون اتاق خالی شو و با زغال دسته دقیقاً وسط اتاق یه دایره بکش و وسط اون دایره یه ستاره بکش. چند تا شمع بردار و روی هر ضلع اون ستاره یه عدد شمع بذار. آینه‌ای که بهت گفته بودم و یه جای اتاق قرار بده و زیر آینه با زغال این چیزایی که الان بهت میگم و یادداشت کن.
اولین کلمه اسم تو به همراه ساعت و تاریخ روزی که این مراسم رو انجام میدی و دقیقاً زیر آینه بنویس و بعدش از اتاق خارج شو و در اتاق رو ببند. سعی کن هر 1 ساعت در اتاق در بزنی طوری که سومین درت رأس ساعت 3 شب زده بشه. اگه همه این مراسم رو درست انجام داده باشی، مراسم 100% شروع شده و تو وارد این بازی شدی. اما اینو یادت باشه، زمانی که در اتاقو بستی تا زمانی که بازی رو کامل تموم نکردی، به هیچ وجه ممکن در اتاقو باز نکن، چون اگه در اتاقو باز کنی تمام انرژی منفی سر تا سر خونت پخش میشه و اون موجود احضار شده از حبس خارج میشه. بعد از اینکه همه این کارا رو انجام دادم، طبق گفته های این یارو مراسم انگار شروع میشه و همه چی آغاز میشه. بعدش من باید یه تیکه کاغذ بردارم و هر سوالی که دارم رو روی کاغذ بنویسم. بعد این کاغذ رو از زیر در بفرستم بره داخل اتاق. بعد از چند دقیقه میگن اون موجودی که احضار شده توی اتاق جواب تو روی کاغذ مینویسه و کاغذ رو میفرسته سمت تو. یه جور SMS بازی با روحه که واقعا خیلی منطقیه. میگیری چی میگم؟ نه بعدم نیست اون. یعنی چی؟ یعنی مثلا میگی این روحه با خودکار اون گوشه نشسته جواب تو میده مثلا در اون حد نواری شد جواب تو شاید بده. من امید دارم. بعد خیلی اصرار میکنه که اگه در رو بستین، زمانی که به حساب شمع رو گذاشتیم باید در رو ببندیم، درسته؟ آره. خیلی اصرار میکنه که در اتاقو به هیچ وجه باز نکنیم. نمیدونم چرا اینقدر اصرار میکنه. وقتی توی اینترنت گشتم دقیقاً مشابه همین چالش کلی توی یوتیوب پیدا کردم که یه عالمه یوتیوبر این چالش رو انجام داده بودن. اما قسمت عجیبش اینه که توضیحاتی که این یارو راجع به این چالش بهمون داد خیلی بیشتر و کاملتر بود. الان ما با هم تمامی این فیلم‌های توی یوتیوب رو دیدیم، درسته؟ آره. و هیچ کدوم از این فیلم‌ها جالبش اینجاست توی اتاقایی که میرن این به حساب چالش رو انجام بدن و این مراسم رو انجام بدن، دایره شیطانی با زغال نمیکشن. حالا من نمیدونم این یارو اینا رو از خودش در آورده یا می‌خواسته جو رو بیشتر بده. ترسناک‌ترش کنه. شاید هم مثلا مراسم واقعیش این شکلیه. آره. اینایی که توی یوتیوب مثلا نسخه سانسور شده شه. میگی چی میگم؟ انجامش میدی. انجام بدین. آره. حالا این همه چالش انجام بدیم. اینم روش. اینم روش. شب شده. آره. بریم. فقط یه چیزی، این سوپرمارکتی و بسم خرازی اینا سر کوچه است، من با این شلوار برم بیرون ایبی نداره. نه بابا خیلی عالی. آره من واسه یکم استایلمو گنگ‌تر کنم. خیلی خوشم. با کالکشن های کلاهای سعید بارکوور آشنا شوید. کلا 2 تا کلا بیشتر نداره. 3 تا دیگه یکی اونجا. فاصله یکم اونجا این یکم زیادی جلب توجه میکنه. نمیدونم داستان میشه. آره خب. شبیه صافیه برنج شدم نه؟ آره تا. خب بزن بریم. بس. بریم. خیلی خسته شدم. Come on man. Come on baby. خب آقا این از زغالا درسته؟ آره. اینم از کاغذ و ماژیک. خودکارم داشت. خودکار داشت. الان ساعت چنده؟ ساعت 8:30 درسته؟ 8:35. آره. بعد بایستیم تا 12 شب. چیکار کنیم تا 12؟ اون لباسامون عوض کنیم، برای چه فکری میکنیم؟ آره. خب سلام گایز، چطورین؟ امروز اومدم، نه دیگه امروز نیومدم، بریم با هم یک دوری تو خونه بزنیم، بریم تخته ویژی بورد. خب بریم توی بالکن، اینم که منم توی بالکن. اوه این ناموسن اینجا ترسناکه. بریم بیرون شیم از بالکن. من اتاق دیگرم بهتون نشون بدم. فکر کنم اینجا رو ببینین دیگه. اینجا لام نداره دیگه، باید خودتون یه جور پیدا کنین. آبی بریم بترسونیش، اینطوری نمیشه. بریم بترسونیمش. من باید اینو بترسونمش. نگاه داره فیلم ترسناک نگاه کنه. من دیگه هیچی نمیگم.
بابا نه چیکار میکنی تو اینجا؟ تو اینجا چیکار میکنی؟ خسته نشی اینقدر فیلم ترسناک دیدی؟ نه تو خسته میشه وقتی غذا میخوری؟ نه آفرین. خیلی محکم و قانع کننده بود. ساعت یه بار دیگه تو بیا جلو. ساعت 1 و ربع احساس بتازم. میکنم بعد بریم انجامش بدیم نه؟ آره توف بریم انجامش بدیم. یه لحظه پلیس. خب احساس میکنم بریم چیز کنیم نه؟ خوبه این حداقل وقت یکم گذروند. الان آره. بریم وسایل رو بذاریم و کارا رو انجام بدیم. بله؟ بریم. این از زغال. این هم از برگه درسته؟ آره این از برگه این از ماچیکا. اول بیا بریم اون خطر رو بکشیم مثلا. آره بریم. بیا بریم. الان بیا. اینجا مسلما صدا زیاد میپیچه خب؟ ما کل این اتاق خالی کردیم نشون بده هیچی نداره. البته بهتره بگم خالی بود درسته؟ آره خب الان دلاش من نمیدونم چند تاست. الان بسته شد درسته؟ آره گفت که به هیچ وجه نباید باز کنی. این و در هر دقیقه آره و هر دقیقه نه هر ساعت گفت یه در. الان بیا یه در بزنیم درسته؟ آره یک بزنیم. بزن تو. این یه در. حالا این یه بریم تا یه ساعت ساعت چنده؟ 20 دقیقه 5 دقیقه به تو 5 دقیقه. گفت آخرین دری که میزنین باید ساعت 3 شب باشه. حل. اوکی. ساعت دو ساعت 2 تقریبا نیم میشه 2:27 دقیقه. ببین یارو گفت بعد همه مراسم رو درست انجام بدیم خب آره. نکنه اشتباه باشه مثلا نه دیگه گفت آخرین دم از ساعت 3 باشه 3 تا درم باید بزنیم. خیلی بریم. الان بریم 3 تا در بزنیم اوکی یه در نه دیگه یه در بزنیم در دوم میشه. بریم بزن. بله بیا بریم. باز نیم ساعت دیگه نیم ساعت دیگه ساعت 3 میه. چیزی نیست نیم ساعت دیگه است. گذشت 3 دقیقه نه؟ آره الان فقط یه دقیقه رأس 3 دیگه باش گفت رأس 3 بزنی. بریم بریم.
رد صدا. حالا طبق اون حرفایی که یارو زد الان خب اون چیز شروع شده درسته؟ الان مراسم استارت کنیم. آره الان ما باید برگاه رو برداریم، سوالا رو بنویسیم، بفرستیم زیر در. زیر در. الان بیا بریم برگاه رو برداریم و بنویسیم چیزی. بریم. سوالا رو خیلی. حالا سوال نوشتم اگه روی اینجاست یه خط روی کاغذ بکشه. اوکی؟ اوکی. سوال دوم آیا الان کسی توی اتاقه؟ درسته؟ آره اینا رو باید از زیر در بدیم بده درسته؟ آده ای؟ آره موسا این از اولیش ماژیک چی؟ ماژیک نه خب یه ماژیک بعد اونجا بذاریم یه ماژیک اینجا آره گذاشت آره گذاشت اینم از سوال دوم خب رفت حالا بعد چند باید دقیقه چیکار کنی؟ بعد چند دقیقه احتمالا جوابتون رو میده آره وای میستیم هیچ خبری نیست ما که فکر کنم بریم یه نگاه بندازیم نشون بده چی شد؟ حتما داره سوالا رو میمیزه نه اسکن من دقیقه دیگه هم وای میستیم دیگه 20 دقیقه وایستادیم 5 دقیقه وایستادیم هنوز کار نکرد 5 دقیقه دیگه هم وای میستیم نکن چی کار میکنی بیا این ور چی؟ نه در باز نکن نه اینقدر تاکید کرده بود اسکولی اسکول چرت این چالش نه باز نکن بیا این ور بابا بیخیال چرته چیزش کن نه داداش وایسا 5 دقیقه وای میستیم اینقدر تاکید کرد نگفتی بود 5 تا خونه عوض کردم 10 دقیقه دیگه وای میست اگه کار نکرد در رو باز میکنم ولی باش 10 باش فکر کنم 10 دقیقه شد نه؟ آره دقیقه شد با اینکه هیچ صدایی نشنیدم ولی بزن بریم من این سری خیلی امیدوارم قطعا میشه مطمئنی؟ آره بفرما باز دوباره نشد که دیدی بهت گفتم همش چرت و پرته خب مسلمه که چرت و پرته ولی من خیلی امید داشته باشه بیخیال بذار در رو باز کن نه سعید نه بذار برای فردا زور باز کن چرا اون وقت؟ نه طرف اینقدر گفت که من 5 تا خونه عوض کردم به خاطر این نکن اینقدر شوخی نگیرش باز کنم در رو کار نکرد نگاه کار نکرد هیچ اتفاقی نیفتاد ولش کن باز کنم در رو باز کن تو هر چی من بگم حرف کار خودتون کن نکن سعید این موقعشم کیه؟ چه جواب نمیده باز نکن سلام خسته نباشی کی بود؟ همسایی از دیگه ماشین از دم در رفت این موقع شما میخواد با ماشین بره یواش من میرم تو همینجا باش باشه
کیه؟ سعید توی؟ سعید؟ یعنی چی؟ یه آب میخواستیم بخوریم. کیه؟ سعید تو؟ سعید؟ 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 نیست. یعنی چی؟ یعنی چی بابا؟ چی اینطوری میشه؟ چه؟ صدای در از اینجا. حاجی به قرآن صدا از اینجا بود. خدا صدا از اینجا بود. خدا کار کرد. خدا خدایا خدا بسم الله. اوه خدا خطشم کشید. چیکار میکنی اینجا؟ چه خبر؟ ماشین رو گذاشتم چطوری اومدی تو؟ چطوری اومدی تو؟ در باز. من در رو بستم. این در خرابه، بعد یکم هولشو بیشتر بده. چه خبر؟ کار کرد دایی. چی کار کرد؟ کار کرد، مگه برگر خط کشید. جدی؟ آره به قرآن دوبارم در زد. برگارم انداخت. یه صدایشو داره. الان چی اتفاق افتاده دقیقاً؟ اونو برگار نگاه کن. چیه این برگار نگاه اینه که کن. انداختی داخله؟ آره چالش کار کرد واقعا. جدی؟ آره به خدا. ببین درسته میگم توی فیلم‌ها زیاد جو بده ولی داداش مریض که نیستم، جدی دارم باید میگم. عجب آدم خری. ببین تایز من عجب شوخی که نمی‌کنم. نگاه نباید لو فیک بسازیم اسکو. بابا فکر نیست، میگه با جلوی چشم خودم انداختنش. سعید به خدا دروغ نمیگم. ژاپنیت هم خوبه. بخند الان بخند. بیا اصلا دوباره بندازیم. چی بیا دوباره برگار دوباره میندازیم. بیا من سوال میگم. روی کار کرد ها؟ الان میبینی. داره خیلی تو نقش خوبی رفتی. میبینی الان. خدا کنه اتفاق میفته که ببینی. نمیفته شده. خب یکی دیگه هم بنویسم. زیرا فیک است. اسمشو پس میگویی کار کرد. چه جالب. آره الان میبینی. دقیقا موقعی که من نبودم کار کرد. دقیق نه همسایی رو چه انداختی رفت؟ آره. هر دوتا رو؟ آره الان میبینی. خدا کنه کار کنه. بیا اینجا میشینی. خب بیا دور همینجا 10 دقیقه وای میستی. میخوای من برم که دوباره کار کنم؟ نه نمیخواد همینجا وایسا. من دارم میمیرم، تو داری مسخره میکنی، فکر کنی دارم دروغ میگم. چرا نمیاد؟ وایسا. چرا کار نکرد؟ الان که کار نمیکنه. بعدش ماجیک قرمز توی اتاق اومد که درو که من خودم دیدی بهت میگم درو باز نکن. بعد برم درو باز کنم. ماجیک قرمز باز کنم. بگو یکم بگنجه. اون سری بعد از این که تو رفتی کار کرد. دارم میگم چالش کار کرد. دوبار در زد، دوبار در بیرون رو زد. من فکر کردم در بیرونه، بعد از این که رفتم
در اتاق بود. یه ساعت از همون موقع تا الان مغزمو خوردی بابا جان. ببین برگه ها کار کرد، برگه ها نوشته ماجیک قرمز توی اتاق بود. من خودم جلوتو گرفتم که در باز نکنی. من خودم جلوتو گرفتم در باز نکنی. ما در خودم بیا باز کنم. مگه قرار میگم جو بده بابا این فیلم فیک میشه. میگم جو بده، جو یه حدی داره نه اینقدر دیگه. ببین بابا وقتی میخوام بیا دوربینا رو نگاه کن. گرفتی مگه اون دوربین؟ آره گرفتم با دوربین. برو همه این دوربینا رو نگاه کن. بعد از اینکه من افتادم برگه رو فرستاد. همین فیلم؟ آره همین فیلم است. نگاه الان برگارم میندازه درم میزنه. همینجا؟ آره همینجا. اینا دیدی؟ ناموسن؟ بله دیدی؟ بابا امکان نداره. چرا امکان نشته باشه؟ دیدی؟ نگاه کن. فقط میخوای ارث من رو در بیاری. بابا امکان نداره. چرا امکان نشته باشه؟ دیدیش؟ چی؟ بابا مگه میشه این چالش مزخرف کار کنه؟ چرا نمیشه؟ دیدی فقط میخوای ارث من رو در بیاری. نگاه کن قشنگ. ببین نگاه کن برگاه رو. آخه برگاه رو من چطوری خواستم؟ سعید به خدا صدا شد دوباره از اتاق. صدا شد دوباره از اتاقه. کدوم اتاق؟ اینه همین اتاقه. چرا هیچی نشنیدم؟ تو هدفون تو گوشت بود. میگم صدا شد. آره صدا این بره. نه خیر از همین در بود. من نزدیکش بدم صدا شد. یا خدا سعید بیا تمام کنیم چالشو. سعید بیا تمام کنیم این چالشو. یکی رو آورد تو اتاق. کیو رو میخواستم بیارم تو اتاق؟ دوربین دستم بود. کیو میخواستم بیارم تو اتاق؟ مگه بچه‌م دور؟ مگه بچه‌م کسی بیارم؟ چی درم زده. نکن خره. چیکار میکن؟ یا خدا بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا چی؟ چیه این؟ از این چی کار داره؟ من چی کار کردم؟ خیلی مگه اینقدر بچه ها چیه اینجا؟ آقا چی کشیده اینجا؟ این چشم مثلث. آقا یعنی چی این کارا؟ بیا تمام کنیم چاشو. یه چیزی رد شد. یه چیزی رد شد. یه چیزی مثل دود رد شد. یه چیزی مثل دود سیا. بود چیه؟ یه چیزی مثل دود سیا رفت تو ها. رفت تو ها. چیزی نیست اینجا. بابا رد شد من دیدم. این اتاق چرا اینطوریه؟ بابا به خدا من نکردم. چی پشت در چی؟ دوربین چرا افتاد؟ مگه دوربین نکاشتی تو؟ یعنی چی؟ میتونی تو دوربین ببینی؟ خطری میشه. بابا داره به خدا خطری میشه. بیا تمام کنیم چالش. آخ طرف بابا امکان نداره. بیا در ببندی. اما من ایمیل های این یارو رو دیدم. خب همه جای اینترنت رو گشتم. هیچ مطلبی راجع به این مراسم توی اینترنت نیستش. بعد این یارو نوشته یعنی میشه تو کل اینترنت یه راه حل نباشه. نوشته سعی کنید مراسم رو رأس ساعت 6 صبح با جمله در آرامش بخواب تموم کنید، اما در اتاق تا فردای اون روز رأس ساعت 3 باز نکنید. دیدی بهت گفتم باز کردی باز.
جلو تو گرفتم باز بابا کردی. من نمیدونستم این چالش مسخره میخواد کار کنه. بشه در اتاق رو به هیچ وجه باز نکن چون انرژی منفی توی خونت آزاد میشه. این همون حاله سیاه همون کدوم دود حاله سیاه. سیاه؟ من دیدم میگم میخوای دوباره مثل اون سری باور نکنی. در اتاق رو گفت به هیچ وجه باز نکن چون انرژی منفی توی خونت آزاد میشه و اون موجود احضار شده از حبس خارج میشه. این چالش یکی از خطرناکترین مراسم‌های ژاپنی است و توی اینترنت هیچ اطلاعاتی از این مراسم وجود نداره. اگه هم باشه نسخه‌های فیلتر شده است. فکر کنم تمامی اون فیلم‌های مزخرفی که توی یوتیوب دیدیم مال همون نسخه فیلتر شده این چالشه. این چالش اصلی رو داده به ما. بعد این پایینترش یه جمله نوشته که دقیقاً نمیفهم منظورش چیه و این نوشته اگه انجام بدی این فیلم تو همه میبینن به غیر از خودت. یعنی چی؟ اصلا فیلم یعنی چی؟ اگه انجام بدی این فیلم تو همه میبینن به غیر از خودت. فقط ببین قبل از اینکه اتفاقات بدتر بشه باید یه فکری بکنی. اما من هیچی پیدا نکردم، هیچ جای اینترنت هیچی ننوشته. فقط توی سابردیت الان که من یه گشتی زدم کلا 2 نفر. الان من نمیفهمم کیو انجام دادن. اگه یکی انجام داده باشه میشه ازش پرسید چه طلسم این مراسم مزخرف چیه. کلا 2 نفر توی سابردیت یه حرف زدن. یکی نوشته این مراسم فقط طلسمش زمانی شکسته میشه و زمانی به پایان میرسه که سقوط انجام بشه. سقوط یعنی چی؟ این مراسم زمانی تمام میشه که سقوط انجام بشه. یعنی چی؟ پایینتر نوشته این مراسم فقط زمانی کار میکنه که خونتون نزدیک یه قبرستون باشه. ولی اینجا که قبرستونی نیست. خب تو از کجا میدونی همه مرده هاشون رو توی قبرستون خاک میکنن؟ شاید یکی بیاد توی حیاط خونش خاک کنه، شاید یکی چه میدونم توی اصلا اتاقش خاک کنه. کم نداریم از این چیزا. اینجا هم که همش جنگله. وای نکنه یکی اینجا خاک شده. احساس میکنم تنها راهی که میشه این طلسمو شکست اینه که باید یه قبرستون توی جنگل پیدا کنی. چطوری میخوای پیدا کنی؟ 200 هکتاره میخوای بگردی تو 20 هکتاره شاید از خود در اصلا 20 هکتار تو چه دور تا دور جنگل شالیزاره. ببین من قراره چطوری میخوای پیدا کنی؟ من قراره سالهای زیادی اینجا زندگی کنم. خب بعد بفهمم تو این خونه مزخرف کوفتی آیا قبری هست؟ چطوری میخوای پیدا کنی قبر؟ بابا پیدا میکنیم تو کار 10 سال طول میکشه تا پیدا کنی. اینجا نوشته ماریا. بهت قول میدم اگه بریم اطراف جنگل رو بگردیم شاید یه قبری به اسم ماریا پیدا کنیم. بابا داری اشتباه میکنی. تو فکر درو بکن. بابا درو باز کردیم تموم شد رفت. بیا الان با هم پاشیم خب بریم سر تا سر جنگل رو بگردیم. چطوری میخوای پیدا کنی؟ اینو بهم بگو جنگل قبر چطوری میخوای پیدا کنی؟ ببین الان من یه سری وسایل از آمریکا خریدم. چی میگی؟ مگه میشه مبل جلوی صورتم جابجا. ببین اون دور میره اونو برداریم کیفیتش بیشتره. میکروفون داره. زود باش. چی شد اینجا؟ مگه میشه ناموسم جلوی چشام حرکت کرد؟ مگه میشه؟ به مولا دیدی؟ به مولا شده. بابا چی؟ همه بریم بخونه. بابا به مولا. آقا بریم بخونه. شنیدی؟ صدای در بود به خدا. شنیدی؟ آره همون اتاق بود. بیا بریم. آقا من نمیام. بیا بریم. من نمیام. بیا بریم. من نمیام برو تو. بابا خربز. من نمیام. برو. من نمیام. تو هم نرو. الیدیو بده. روشنش ول کن نمیخوام. اینجا به مولا نیستاداش. بیا 2 دقیقه بریم. بابا 2 دقیقه من نمیام. خدای خودت بودا بریم. خدا میشه غلطی بود کردی. صدا از کدوم اتاق بود؟ هیچ کس نیست. توی اتاق هیچ کس نیست. بابا به مولا صدای کمد شد. مگه میشه هیچ کس نباشه؟
بابا مگه میشه به قرآنی که توی کدوم چیکار شد؟ ببین به قرآن چیزی اونجا دیدم. کدوم اتاق؟ دوربین برده ولش کن. ببین برده. بده اون دوربین بده من. اینو بگیر. فقط دنبالم که هیچی نه. صدا در خدایا این چی بود؟ خدایا چی بود؟ بیا هیچی. شم اتاق خاموش شده. حتی شم اتاق خاموش شده. ببین یه چیزی توی اتاقه. یه چیزی باور کن توی اتاقه. هیچی نگو. بر اتاق روشن کن. همون کارو میکنم. آماده ای روشن کنم؟ ببین من مطمئنم یه چیزی آماده ای. 1 2 3. چیه که هیچی نیست. باور کن یه چیزی از اینجا رد شد رفت اونور. به مولا دیدم. دوربینم که اینجاست. آخه چی؟ بابا من از این در باز دید. ساکت شو. هیچ نه. ببین همینجاست. هیچی نگو. چیکار کنی؟ هیچی نگو. ساکت باش. دوربین دید در شب. خب بزنید که بزنم. آماده ای؟ برو 1 2 3. در باز. یکی در راست میشه. خدایا یکی در راست میشه. یکی در راست میشه. خدا این چه غلطی میکنه. به قرآن یکی در راست میشه. میشنوی؟ یه میشنوی؟ نمیدونم. به قرآن چیزی من تو دیدم شب خاموش شد. چیه که اینجا؟ به قرآن چیزی من تو بیا بریم. به قرآن چیزی من تو گرفته این عوضی. بیا باز کن. بابا مگه میشه به قرآن چیزی اومد تو دوربین. چی دیدی؟ به قرآن چیزی رفت. دوربین رو بذار بریم تو اتاق. باستا من دوربین اینجا گذاشتم. آره همونجا خوب. بیا بازم نه بیا باز اینجا بشید. به قرآن چیزی خشم من سمت دوربین. من خودم با چشم خودم دیدم به مولا. اوه 3:26 دقیقه. ما ساعت چند اومدیم؟ ساعت چند بود؟ 1 بود یا 2 بود؟ صندلی داره تکون میخوره. به مولا صندلی داره تکون میخوره. ببین مگه میشه؟ وایسا. ببین به قرآن وایسا. یکی روی صندلی نشسته هستی. کجا میری؟ با بیا خوبی.
به قرآن این داشت تکون میخورد. مگه میشه؟ مگه میشه؟ مگه میشه؟ حسین حسین از اون پشت صدا این جارو بوده افتاده. این جارو رو یکی انداخته. تلویزیون حسین باید بریم. حسین باید از این خونه بریم. حسین 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 اینجایی؟ حسین 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 لامپا حسین حسین